رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار، صائمین ماه مبارک رمضان، شب زنده‌داران ماه مبارک رمضان، مجاهدین راه حق که در ماه مبارک رمضان با دشمن در حال نبرد قرار دارید، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سروران عزیز و بزرگوار، ماه مبارک رمضان ماه فتح و پیروزی است، ماه ظفر و کامیابی است، ماه تلاش به خاطر اعلای کلمت الله است. ماه مبارک رمضان ماه کسالت و ماه تنبلی و ماه سستی و ماه ضعف نیست. رمضان نیامده تا ما را ضعیف کنه، رمضان آمده تا ما قوی شویم، در مقابل دشمنان با قوت کامل استادگی نماییم. آیا می دانید اکثر فتوحات از صدر اسلام تا این لحظه، تا وقتی تاریخ رو ورق بزنیم، تا جنگ های معاصر، جنگ های حق و باطل که با هم دیگر صورت گرفته، مسلمان ها در ماه مبارک رمضان فتح و ظفر و پیروزی نصیبشان شده؟ یا اینکه شاید در ذهن بعضی از بینندگان عزیز و گرامی این بیایه که ماه مبارک رمضان ماه جنگ، ماه نبرد، ماه معرکه. بعضی انسان ها فکر میکنن فقط رمضان به خاطر این آمده که بخوابیم، شب بیدار روز خوابیدن. چنین نیست سروران عزیز و بزرگوار. فتوحات اسلامی تاریخ را ورق بزنیم، ببینیم که الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر و پیروزی نصیب مسلمان ها گردانیده در ماه مبارک رمضان. معامله هست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. کسانی هستند با الله سبحانه و تعالی معامله دارن، با الله سبحانه و تعالی بیع و شرا دارن، مال میدهن، جان میدهن، به عوض جنت پروردگار عالم را از آن خود میکنن. از این که میگیم ماه مبارک رمضان ماه فتوحات هست، نمونتاً دهها فتح و پیروزی در ماه مبارک رمضان از آن مسلمین شده است که من نمونتاً از صدر اسلام و تا قرنهای اواخر که فتوحات در ماه مبارک رمضان نصیب مسلمین گردیده، به طور خلاصه و فشرده بیان می کنم. غزوه بدر، غزوة الكبرى، غزوه بدر، الله سبحانه وتعالى می فرماید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر. غزوه بدر
چی وقت بود؟ در ماه مبارک رمضان، سال دوم هجری. مسلمان ها بیرون میشن، 313 نفر، بیشتر یا کمتر. بعضی اقوال آمده 317 نفر، 319 نفر. با تعداد کم حرکت میکنن، میرن در مقابل دشمن. الله سبحانه و تعالی برایشان اذن داده شده بود، چون برای اینها ظلم شده بود، برای اینها ستم شده بود، از شهر خود رانده شده بودند، از خانه های خود رانده شده بودند. الله سبحانه و تعالی اذن داده شده بود بروید حق خود را بگیرید از کفار و از ظالمین. حرکت میکنن، میرن. وقتی که در منطقه بدر میرسن، در آنجا کاروانی که مسلمان ها رفته بودن تا اینکه حق خود را از اینها بگیرن، به اذن الله سبحانه و تعالی کاروان از مسیر دیگری طرف مکه روان میشه و اهل مکه با 1000 نفر با تمام امکانات میآیند به سراغ مسلمان ها و جنگ بدر رخ میده. خلاصه این است که این جنگ، این غزوه در ماه مبارک رمضان سال دوم هجری، الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر و پیروزی را از آن مسلمین میگردانه. مسلمان ها پیروز میشن. حالا وقتی که ما میبینیم که الله سبحانه و تعالی پیرامون این غزوه در صور مختلف بحث از این سوره داره، بحث از این غزوه داره، در سوره آل عمران، در سوره انفال، در سوره حج. در این سور الله سبحانه و تعالی از بدر یاد میکنه، از فتح و ظفر و پیروزی مسلمان ها یاد میکنه. این غزوه در ماه مبارک رمضان بوده. به طور خلاصه و فشرده دروسی که ما از این میگیریم: اولا، برای امت اسلامی مسئله قومیت و زبان و اینها مطرح نیست. در بدر اوس و خزرج، یعنی انصار، به همراه مهاجرین دوشا دوش کنار هم دیگر قرار گرفته بودند و به خاطر عقیده خود روان شده بودند. جنگ عقیده هست. به خاطر عقیده خود، به خاطر دفاع از عقیده خود کنار هم دیگر قرار گرفتن. الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر را آورد. دوم، عجله نکردن و نصرت و به پیروزی و به اینها، بلکه عمل خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی و حرکت کردن، اخلاص، عمل، توکل. این سه چیز که یک جا شد، الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر و پیروزی رو میاره. مسلمان های امروزی اگر اخلاص هست عمل نیست، اگر عمل هست اخلاص نیست، اگر اخلاص و عمل هست توکل نیست. پس بنان این سه چیز که یک جا شد، اخلاص و عمل و توکل به الله سبحانه و تعالی و همچنین اطاعت از امیر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امیر این حرکت، غزوه بدر تحت قیادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صحابه با جان و دل فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میپذیرفتن و قبول میکردن. وقتی خبر شدن که قافله رفته، نبود که صحابه فقط قصد و اراده و نیتشان همان قافله بوده باشه و همان بالاخره گرفتن شترها و مال و اینها بوده باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن قافله رد شده، ما در مقابل دشمن باید استاده شویم. صحابه گفتن سمعنا و اطعنا. اطاعت از امیر فتح و ظفر و پیروزی میاره. پس به طور خلاصه و فشرده، غزوه بدر در ماه مبارک رمضان و همچنین در ماه مبارک رمضان فتح مکه خیلی مهمه. اذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فتح مکه در سال 8، زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مدینه منوره بیرون میشن رو به طرف مکه مکرمه. یک لحظه انسان فکر بکنه هوای گرم سرزمین جزیره العرب، دشت سوزان بین مکه و مدینه، در ماه مبارک رمضان به فرمان الله سبحانه و تعالی حرکت کردن، به فرمان الله روزه گرفتن. مکه فتح میشه. وقتی مکه فتح شد همه مشرکین پریشان بودن. اهل مکه پریشان بود که امروز محمد با ما چی خواهد کرد. مسلمان نباید در رمضان بی‌حوصله بشه. مسلمان نباید در رمضان از خود ضعف و سستی نشان بده. در سال 8 هجری در ماه مبارک رمضان مکه فتح میشه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی وارد مکه شدن چی گفتن؟ این حرف رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته. من او چیزی میگویم که یوسف و برادران خود گفت لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله اکبر. رمضان با لبهای خشکیده، با او هوای گرم، تسلط پیدا کردن بر دشمنانی که سختترین شکنجه بر رسول الله و بر اصحاب رسول الله انجام دادن. رحمت للعالمین چنین بخششی داره. الله او را رحمت قرار داده برای همه عالمین، برای انس و جن. میفرماید لا تثریب علیکم اليوم. امروز روز ملامتی نیست، همه شما را بخشیدم، بروید، همه شما آزاد هستید. پس هدف ما بیان اینه که ماه مبارک رمضان ماه فتحه، ماه پیروزیه. بدر در رمضان، فتح مکه در رمضان. فتوحات دیگری که وقتی ما نگاه میکنیم در تاریخ، شاید بیان هر کدام به توضیح و به تشریح انقدر وقت برای ما اجازه نده، فقط به طور خلاصه و فشرده تا اینکه عزیزان بدانن و بفهمن که ماه مبارک رمضان ماه فتح و پیروزی هست. فتوحات مسلمین در ماه مبارک رمضان بوده، اکثر فتوحات که وقتی غزوه بدر یاد کردیم، فتح مکه را. سوم معرکه بویب در سال 13 هجری در ماه مبارک رمضان به قیادت مثنی ابن حارثه که حرکت میکنه و در منطقه بویب که در عراق هست، در اونجا فتح و ظفر و پیروزی از آن مسلمین میشه. و همچنین معرکه قادسیه در 15 هجری در ماه مبارک رمضان. مسلمان ها وقتی حرکت میکنن در قادسیه به قیادت سعد بن ابی وقاص، صحابه جلیل القدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر و پیروزی از آن مسلمین میگردانه.
جای تفکر اینه که این غزوات و این معرکه ها و این جنگ ها در ماه مبارک رمضان، کسی که با دشمن روبرو میشه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. سیدنا عمر رضی الله عنه میفرمایند که متوجه باشید که اسباب ظاهری ما را پیروز نمیکنه، بلکه او چیزی که ما را بر دشمن غالب میگردانه او معنویت هست، دور بودن از گناه و معصیت هست. هر قدر از گناه و معصیت دور شدیم، الله سبحانه و تعالی ما را پیروز میگردانه. پس بناهن سریعتر میگذرم، معرکه نوبه در 31 هجری که مسلمان ها در ماه مبارک رمضان پیروز میشن، که به قیادت عبدالله ابن ابی سرح، که الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر و پیروزی از آن مسلمین میگردانه. و همچنین وقتی نگاه میکنیم فتح جزیره رودس در سال 53 در ماه مبارک رمضان 53 هجری مسلمان ها پیروز میشن، که این معرکه و این جنگ به قیادت جناده ابن ابی امیه که الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر و پیروزی را از آن مسلمین میگردانه. و همچنین فتح بلاد اندلس در سال 92 که الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر را از آن مسلمین میگردانه به قیادت طارق ابن زیاد. و همچنین چون وقت ما کم هست باید سریعتر بگذاریم و اینقدر بدانیم که ماه مبارک رمضان ماه فتح، ماه ظفر، ماه پیروزی هست. و همچنین فتح منطقه هند و پاکستان به دست در سال 94 در ماه مبارک رمضان به قیادت محمد قاسم ثقفی، الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر و پیروزی نصیب مسلمین میگردانه. فتح اموریه یا اموریه که یکی از مدن یا شهرهای بزرگ امپراتوری بیزنطی هست، در سال 223 هجری در ماه مبارک رمضان در زمان خلیفه مسلمین معتصم، که داستان معروف و مشهور هست که یک زن وقتی صدا میکنه و معتصما، الله سبحانه و تعالی در ماه مبارک رمضان فتح و ظفر و پیروزی را از آن مسلمین میگردانه. و همچنین فتح سرقوسه در رمضان در سال 264 که جعفر ابن محمد هست. و همچنین فتوحات دیگری که الله سبحانه و تعالی در این ماه مبارک رمضان نصیب مسلمین گردانیده. از جمله فتوحاتی که در ماه مبارک رمضان هست، معرکه ملازگرد که در رمضان در سال 463 هست، و همچنین معرکه زلاقه در ماه مبارک رمضان در سال 479 هجری، و همچنین معرکه حارم یا حارم که هست، معرکه حطین در ماه مبارک رمضان سال 584 به قیادت صلاح الدین ایوبی هست. و همچنین معرکه عین جالود در ماه مبارک رمضان، معرکه ارمنیا در ماه مبارک رمضان، معرکه شقحب در ماه مبارک رمضان، و فتح بوسنی و هرسک در ماه مبارک رمضان، و دهها فتح و فتوحات دیگر در ماه مبارک رمضان. از اینها چی درس میگیریم؟ ماه مبارک رمضان ماه خواب نیست، ماه مبارک رمضان ماه غفلت نیست، ماه مبارک رمضان ماه جهاد، ماه فتح، ماه پیروزیه که الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا اینکه در این ماه مبارک رمضان کسالت ها را از وجود خود دور کنیم، از زندگی خود دور بسازیم، تا اینکه تلاش بکنیم که بر دشمن بزرگ که همان نفس، هوای، خواهشات، بر اونها غالب بشیم. وقتی بر اینها غالب شدیم یقینا با دشمنی که با چشم میبینیم و ظاهری هست یقینا با او غالب میاییم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه بدانیم و بفهمیم که ماه مبارک رمضان
اگر انسان درست و صحیح روزه گرفت بر دشمن غالب میشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا